درود، وقتتون بخیر. امیدوارم حالتون خوب باشه. خب امروز در تاریخ 10 جولای 2026 خوشبختانه ما 2 تا تاییدیه از اداره مهاجرت آمریکا دریافت کردیم که این تاییدیه برای متقاضیان ویزای کاری هست با پاسپورت ایرانی و خارج از خاک آمریکا. و خب در 2 روز گذشته هم یک گرین کارت ورزشی دریافت کردیم. البته این شخص در داخل آمریکا درخواست داده بود و گرین کارتش صادر شد و در واقع از تاریخ 8 تا 10 جولای که امروز هستش اتفاقات خیلی مثبتی از سمت اداره مهاجرت افتاده در رابطه با کیسایی که حداقل ما داریم و قطعاً در روزهای آینده اطلاعات خیلی بیشتری خواهیم شنید در این رابطه که پرونده ها داره به جریان میفته. و این صحبت رو ما قبلتر کرده بودیم که با کوچکترین اتفاقی که در روی پرونده ها میفته از تاریخ ماه اپریل 2026، بعدش ماه می 2026 و جون 2026 که دادگاه فدرال حکم داد که اداره مهاجرت و پرونده ها رو بررسی بکنه و در تاریخ 12 جون 2026 خود اداره مهاجرت آمریکا اعلام کرد که پرونده ها رو بررسی خواهد کرد. و این یک خبر خوب هست واسه کسایی که پروندهشون در داخل اداره مهاجرت هست. ببینید ما راجع به ویزا الان صحبت نمی‌کنیم، داریم راجع به اداره مهاجرت صحبت می‌کنیم به خاطر اون تمپوری ساسپنشنی که از اول ژانویه بود. این میتونه یه اتفاق مثبتی باشه. ما حالا قدم به قدم داریم میریم جلو و وقتی که برگردیم این چند ماه گذشته رو نگاه بکنیم می‌بینیم که قدم به قدم شرایط داره بهتر میشه و میتونه یه خبر خیلی خوبی باشه واسه دوستانی که منتظر تاییدیه‌هاشون هستن. واسهتون آرزو موفقیت دارم. هر آپدیتی بگیریم حتما شما رو در جریان خواهیم گذاشت. موفق و پیروز باشید.